بیشترین گل در بازی‌های متوالی ال کلاسیکو به نابغه پرتغالی میرسه کریستیانو رونالدو. او در 6 بازی متوالی تونسته 7 گل به ثمر برسونه و رکورد داره. بعدیمون سرخیو بوسکتس هست. او در 48 ال کلاسیکو حضور داشته و نشون داده که بازیکن بسیار با تجربه در ال کلاسیکو ها بوده. ژاوی هرناندز هافبک اسپانیایی تونسته 4 گل در یک بازی به ثمر برسونه سال 2009 و بیشترین گل در یک مسابقه رو در کلاسیکو به ثمر رسونده. بعدیمون سلطان راموس با دریافت 5 کارت قرمز بیشترین اخراج در کلاسیکو ها داره و همیشه هم به همین معروفه. بعدیمون هم اوجوه و نابغه فوتبال آرژانتین لیونل مسی که با به ثمر رساندن 6 گل از نقطه پنالتی رکورددار بیشترین گل در پنالتی و همچنین داشتن بیشترین گل در کلاسیکو رکورد داره.